خب ایدنبک خوش آمدید به برنامه ما. تا جایی ما میدونیم از حمله مرگطلبانه در نزد سفارت چین در بیشکک علاقه یک هفته سپری شد و کاری تفتیشات تا کجا رسید؟ چند نفر تا حال بازداشت شد و چند نفر دیگر در جستجو قرار دارد؟ طور میدونید 30 آگوست این عملی تروریستی انجام شده بود. پس از آن تفتیش حادثه شروع شد و تنها به گاهی دیروز 6 سپتامبر کمیته امنیت ملی قرقیزستان اظهار داشت که شخصی که خودش را ترکاند اویغور تبار بوده اما با خود شناسنامه تاجیکستان را به نام خلیل زائیروف را دارد. بجز این 4 نفر را تحت پیگرد قرار داده 5 نفر دیگر بازداشت شدند. با اطلاع کمیته دولتی امنیت این نفران با گروه‌های تروریستی در سوریه ارتباط داشتند. آنها را جماعت توحید و جهاد متحد می‌کند. این سازمان است که اعضایانش اویغورهای جدایی طلب هستند. رهبر سازمان نفر با لقب ابو صلاح و با نام سراج الدین مختاروف است. این نفر شهروند قرقیزستان است. یک نفر دیگر هم با شناسنامه تاجیکی وارد قرقیزستان شده است و او را هم حالا تحت پیگرد قرار دادند. خب چطور شد که مثلا یک نفر با یک شناسنامه بیگانه وارد قرقیزستان شد؟ آیا تا کجا مرزبانان قرقیزستان خوب تفتیش میکنند در مرز؟ این مسئله را هر گونه شرح دادن ممکن است. ممکن مرزبانان ما چندان توجه نکردند. ممکن حالت رشوتخوری نیز جای داشته باشد. ممکن این نفر به صاحب اصلی شناسنامه مانند باشد. البته تروریست ها هم به عقل نیستند. آنها وقتی شناسنامه بیگانه را گرفتند دیدند که مانند هستند و پس از آن استفاده کردند. این گونه حالت ها بسیار بودند. البته نه تنها با شناسنامه های تاجیکی، اما در این گونه حادثه که سر و صدای زیاد کرد بار اول آشکار می شود. حالت های بودند که برخی از آدمان با شناسنامه های قلبکی بازداشت می شوند. مثلا چند پیش 98 نفر اویغورها در شهر استانبول با شناسنامه های قلبکی قرقیزستان بازداشت شدند. این گونه حالت ها هستند. بر ضمن این مرز تاجیکستان و قرقیزستان قریب باز است و البته تروریست ها از این حالت سوء استفاده می کنند. البته در حمله اخیر انتحاری خارجیان متهم می شوند، ولی تا جای ما میدونیم در داخل خود قرقیزستان گروه های زیادی افراطی که مردم محلی هستند عمل میکنند و آیا تا کجا حکومت قرقیزستان در این رابطه کار میبرد؟ میدونید آدمانی که در پیگرد قانونی قرار دارند همه‌شان شهروندان قرقیزستانند. تنها آنها به سوریه رفته بودند و در آنجا جهاد اعلان کردند. اینها زادگان ولایت‌های آش و جلال آباد هستند. اگر به ترکیب ملی آنها نظر کنیم، یک قسمشان اویغور، 2 نفرشان ازبک و باقی مانده قرقیزها هستند. ضمناً یکی از تشکیل کنندگان ترکیش در شرکت سیاحی عدلتور فعالیت داشته است. بعضی گروه‌های افراطی در قرقیزستان بودند، اما این برای بار اول است که یک نفر مرگ طلب خود را منفجر می‌کند. قبلا در سال 2010 مقامات یک گروه تروریستی را با نام جیش المهدی آشکار کرده بودند، اما در مورد سازمان تروریستی که برای تشکیل این گونه عملهای تروریستی قادر باشد ما بار اول میشنویم. تشکر زیاد برای صحبت. Добро пожаловать и спасибо огромное.